فدان آرام و فرماندار شهر فرصتی یافته و به دیدار دخترانش آمده است. این یعقوب دست بردار نیست؟ چه شده پدر؟ باز هم کاهنان معبد ایشتار از یعقوب شکایت کردند. یعنی این همه بلوایی که در فدان به راه افتاده دسیسه کاهنان است و یعقوب هیچ خطایی مرتکب نشده؟ شما خوب می‌دانید که یعقوب جز انجام رسالت و ادای تکلیف کاری نمی‌کند. او را با آیین چند هزار ساله معبد ایشتار چه کار؟ اگر او می‌خواهد از دین پدر بزرگش بگوید، خب بگوید. اصلاً خاندان مرا هم تبلیغ کند. اما اهانت به اعتقادات مردم چرا؟ شما اشتباه می‌کنید پدر. آنها همین تبلیغ را نیز بر نمی‌تابند. پدر، یعقوب مأمور ابلاغ آیین یکتاپرستی است. آیین پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. شما نیز مسئول حفظ آرامش و امنیت مردم فدان هستید. او به وظیفه‌اش عمل می‌کند، شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. شما هم مثل او سخت سر و بی‌پروا شده اید. اگر من بخواهم به وظیفه‌ام عمل کنم که شما باید آواره کوه و بیابان شوید. پدر، من و خواهرم لیا به دین همسر خود هستیم و در ترویج آیین یکتاپرستی از او حمایت خواهیم کرد. شما همه دیوانه شده اید؟ چرا به فکر موقعیت من نیستید؟ میدانید اگر کاهن بزرگ معبد ایشتار در بابل بداند که خواهرزاده من در فدان بر علیه معبد ایشتار تبلیغ می کند، چه بر سر من خواهد آورد؟ قدرت خدای یعقوب فراتر از قدرت ارباب معابد بابل است. پس سزاوار است که ما و شما از خدای خیش بیمناک باشیم، نه از خدایان سنگی. من نه با خدای او کار دارم نه با خدای اینان. فقط میگویم یعقوب حق ندارد موقعیت مرا در فدان متزلزل کند. چه شد راهیل؟ راهیل 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 چه شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ وقتش رسیده. بله قابله را خبر کن. کمک کنید. فارس، بله عالی جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن. با اسب من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زورمداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیزید! برخیزید! برخیز شما! برخیز! جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آن که زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. چه شده؟ شما گله را بیاورید.
پدر کجا رفت؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز می‌کنم. بله. راهیل هوای توست؟ بله. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده. تا امروز که فرزند نداشت هم راهیل با من خوب بود هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود میدانم که هیچ یک برای من ارزشی قائل نخواهند شد. چرا این گونه فکر میکنی؟ یعقوب و راهیل انسان‌های بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد. اگر بچه‌ای هم از او داشته باشد او را بر همه همسرانش سروری خواهد داد. مگر او چند همسر دارد؟ 4 همسر، من و لیا و زلفا و راهیل. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا را دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن. اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من میافتد. من گمان نمی‌کنم. یعقوب مرد عادل و مهربانی. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزایی هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری. راهیل و بچهش را از تو سالم میخواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه‌ای هستم. نگران نباش. خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل 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 هوشو راهیل 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 نکند که راهیل گرفتار خشم خدایان شده است. این بچه رو بگیری. برای خالتان راهیل دعا کن. دعای شما زودتر اجابت می‌یابد. پس چرا کاری نمی کنید؟ کسی ایشدار را به خشم آورده. آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آنکه به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند او به نفرین خدایان گرفتار شده؟ دیدی ایستر در معبد نفرین میکرد؟ آری، گفت آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد.
آن کس که به خدایان و ایشتار بزرگ اهانت کند زودتر از همه مجازات می شود. حال راحیل چطور است؟ چندان تعریفی ندارد. کاری بکنی. حال راحیل خوب نیست. آرام باشید. ما خدا را داریم. هر آنچه که او اراده کند همان خواهد شد. مردم به تن و کنایه میگویند او به نفرین ایشتار و جادوی ایستر دچار شده است. بسیار خوب. حال ببینیم خدای راحیل و فرزندش بزرگتر و قوی‌تر است یا خدای ایستر. مراقب راحیل باشید. من باز میگردم. کجا می روید؟ ما را در این حال تنها نگذارید. آرام باشید. من به خلوت نیاز دارم. تو با خدای خود هر چه میخواهی بکن، اما من نمیتوانم دست بر دست بگذارم. طبیبی، دارویی، درمانی، کاری باید کرد. من نیز به سراغ طبیب میروم. طبیب واقعی.